امروز داخل این ویدیو ما قصد داریم در رابطه با بومیان منطقه بلوچستان فعلی و یا به عبارتی اجداد بلوچ قبل از آریایی ها صحبت بکنیم. قطعا پرداختن به یه همچین موضوعاتی همون اندازه که میتونه مهم باشه دشوار هم هست، چرا که منابع تاریخی موجود در حال حاضر در رابطه با دوران‌های چند هزار سال پیش حرف زیادی برای گفتن ندارن و شاید نشه به خیلی از سوالها پاسخ قطعی داد. اما ما اینجاییم تا این موضوعات رو بیش از پیش روشن کنیم و خوشبختانه منابع تاریخی هم اونقدری هستن که راهنما و یاور ما داخل این ویدیو باشن و ما با اطمینان خاطر بتونیم با استناد به اونها به ادامه این ویدیو بپردازیم. تمدن‌های باستانی چند هزار ساله داخل بلوچستان نشون میدن که این سرزمین ساکنان بسیار قدیمی با قدمت حتی بیش از 9000 سال داشته است، یعنی قبل از ورود آریایی‌ها. مردمانی که تمدن‌های شگفت‌انگیز بلوچستان رو ایجاد کردند، چرا که هر کدوم از این تمدن‌ها به قبل از تاریخ ورود آریایی‌ها میرسن و ما در این بخش به شناخت این مردمان میپردازیم. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم جا داره همینجا اضافه کنیم که مطالبی که ما داخل ادامه ویدیو به توضیحشون میپردازیم صرفاً نقل قولی از سوی ما به حساب میان و ما سعی کردیم که صرفاً از منابع تاریخی مختلف مواردی رو که به توضیح این موضوع میپردازن پیدا کنیم و صرفاً برای شما عزیزان داخل این ویدیو بازگو کنیم که نهایتاً هم منابع این ویدیو در پایان موضوع به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بر اساس یافته‌های نمونه‌گیری ژنتیکی فلات ایران، بلوچ‌ها، لرهای یاسوج، زرتشتی‌ها و یهودیان ایران کاهش غیرمعمول تنوع دی ان ای رو نشون میدن که این موضوع ضمن اینکه بر اختلاط نژادی کمتر این گروه‌ها اشاره میکنه، کمترین میزان مهاجر بودن این مردمان و مهاجرپذیری اونها رو هم نسبت به سایر مناطق روشن میکنه. به همین دلیلی که ما باید ببینیم که چه قبایلی از گذشته‌های دور در این مناطق ساکن بودن و چه تحولات تاریخی رخ داده و امروزه در مورد نژاد بلوچ چه توضیحی میشه داد. روایات مختلف و پراکنده زیادی در رابطه با بومیان منطقه بلوچستان فعلی وجود داره. ما قبل از اینکه بخوایم اونها رو به صورت جداگونه بهشون بپردازیم، مهمترین هاشون رو داخل همین قسمت مرور میکنیم. هرودوت مورخ یونانی که 425 سال پیش از میلاد مسیح فوت کرده، مکران رو زادگاه و جایگاه قوم موک‌ها عنوان کرده. همچنین بارتولد میگه که مکران مشتق از نام یک قوم دراویدیه که یونانی ها به اونها ماک‌های یا موک‌های میگفتن. بنابراین تا همینجا هم میتونیم بگیم که مکران اسمی نیست که قومی از اقوام آریایی های روی این سرزمین گذاشته باشه و به عبارتی قدمت این اسم به پیش از آریایی ها میرسه و متعلق به مردمان قبل از آریایی هاست. دراویدی ها که به طور کلی اونها رو موکی یا ماکایی و مکرانی میخوندن، دراویدی زبان بودن و پیش از آریایی زبان ها در منطقه بلوچستان فعلی حضور داشتند که به گفته برخی از پژوهشگران این مردمان بار اول از شمال آسیا کوچ کردند و به سمت هند و قسمت‌های شرقی فلات ایران اومدن. اما هیچ سند واضحی برای این مسئله وجود نداره و در این خصوص زمان مشخصی هم داده نمیشه، چون موضوع به پیش از چند هزار سال پیش برمیگرده و امروزه این مردمان رو به نام دراویدی زبان‌ها خطاب میکنن. با توجه به مواردی که گفته شد میتونیم نتیجه بگیریم که در این باره نظرات متفاوتی وجود داره و نمیشه که این نظرات رو به صورت قاطعانه بیان کرد. اما اون چی که مهمه اینه که این مردمان از هزاران سال پیش بومی منطقه بلوچستان فعلی بودن که تقریبا تمامی مورخین روی این موضوع توافق نظر دارن. اما دراویدی زبان یعنی چی؟ پژوهشگران در واقع معتقدند که واژه دراویدی همانند آریایی ها به گروه قومی خاصی اطلاق نمیشه، بلکه در واقع یک نوع زبان به حساب میاد تا یک نوع قوم و به این معنیه که در مناطق زیادی در زمانهای گذشته مردم به این زبان تکلم میکردن که ممکن هیچ قرابت نژادی هم این گروه های مختلف جمعیتی با هم نداشته باشند علیرغم زبان مشترکی که با هم دیگه داشتن. در رابطه با محل سکونت اصلی دراویدی ها نظریات مختلفی وجود داره. بعضیا میگن که این مردمان از جنوب هند به سمت
شرق و جنوب شرق فلات ایران اومدن و بعضی ها هم نظر متفاوتی رو عنوان میکنن. اما ما میتونیم بحث تقارب زبانی دراویدی زبانان بلوچستان یعنی براهویی ها و دراویدی های جنوب هند رو اینطور تفسیر بکنیم که به احتمال زیاد زبان دراویدی از طریق بلوچ ها به جنوب هند رفته باشه، چرا که گروهی از بلوچ ها چند دهه پیش از میلاد مسیح جنوب هند رو تصرف کردند و برای مدت طولانی به نام یک امپراتوری قدرتمند بر اونجا حکمرانی می‌کردند که در واقع این حکمرانی مصادف با اواسط حکومت اشکانی ها. همچنین این نظریه با توجه به تمدن‌های گوناگون و کهن‌تر داخل منطقه بلوچستان نسبت به سایر مناطق جهان میتونه قابل پذیرش‌تر باشه. در رابطه با این پادشاهی بلوچ‌ها بر هند و مناطق شرق باید بگیم که از سال 125 تا 300 میلادی در واقع حدوداً دوران این امپراتوری بوده که دوره‌هایی به امپراتوری هندو اشکانی هم معروف بوده و در واقع یک پادشاهی قدیمی در منطقه بلوچستان فعلی به حساب میاد که قرنها بعد از امپراتوری مادها و هم دوره با اشکانیان توسط یکی از قبایل اتحادیه ماد یعنی پارت هایی که به بلوچستان مهاجرت کرده بودند شکل میگیره و مصادف با زمانی که در داخل امپراتوری اشکانی ها اختلافات داخلی به اوج خودش رسیده بود و شرق و غرب این امپراتوری تقریبا جداگونه اداره میشدند. هرچند که قدمت این تمدن متعلق به چیزی حدود 9000 سال میشه، اما محققان به ارتباط زبانهای دراویدی و تمدن‌ها در رود سند اشاره‌های زیادی کردند و از اونجایی که تمدن مهرگر بلوچستان هم به ناحیه سند نزدیک بوده، احتمال میره زبان مردم این تمدن هم زبان دراویدی بوده باشه. نکته دیگری هم که میتونه از جمله دلایل این باشه که تمدن مهرگر رو منسوب به موگ‌های دراویدی اشاره شده بدونیم، علامت‌ها و نشانه‌هایی است که در بین دراویدی‌ها رواج داشته، همانند نقش مار که همین نقش‌ها هم در آثار یافت شده از تمدن‌های مهرگر و سایر تمدن‌های نزدیک رود سند پیدا شدند. اما آیا واقعا میشه به همین راحتی در رابطه با این تمدن‌ها نتیجه گیری کرد؟ در واقع باید بگیم که نه، و درسته که نمیشه در مورد ارتباط این تمدن‌ها با زبان دراویدی با قطعیت صحبت می‌کنیم، اما با این وجود غالب زبانشناسان زبان تمدن‌های باستانی منطقه شرق و زبان دراویدی می‌دونن. همچنین در رابطه با زبان دراویدی باید اضافه کنیم که زبانشناسان از قرابت زبان‌های دراویدی با زبان‌های خارج از هند چون اورال، آلتایی، ایلامی و نوسراتی هم مواردی رو عنوان کردند. همچنین در رابطه با شباهت زبان دراویدی با زبان ایلامی باستان میتونیم بگیم که در اثر ارتباط تجاری که بین مکران اون دوره با حکومت ایلامی ها وجود داشته، این زبان به اونجا منتقل شده، چرا که میدونیم تمدن ایلام سالها بعد از تمدن مهرگر مکران به وجود اومده و میتونیم این احتمال رو بدیم که در اثر روابط تجاری بین مکران و ایلام در اون موقع این زبان به اون ناحیه گسترش پیدا کرده. امروزه صرفاً چند زبان مانند براهویی و تامیلی یادآوری از زبان دراویدی به حساب میاد. در رابطه با زبان براهویی که امروزه ادامه دهنده و یادآور زبان دراویدی به حساب میاد، ما قبلا هم داخل یک کلیپ به صورت جداگونه صحبت کردیم، اما جا داره که دوباره این موضوع رو بگیم که علیرغم اینکه دراویدی ها طبیعتاً آریایی نبودن، اما براهویی ها حاصل ترکیب مادهای مهاجر با بومی‌های دراویدی منطقه هستند و تلفیقی از آریایی‌ها و دراویدی‌ها به حساب میاد که البته نزدیکترین وارث تمدن‌های دراویدی‌ها و زبان دراویدی هم در بین اقوام مختلف به حساب میاد، چرا که اینطور گفته میشه که مادهایی که در کوههای بارز و برزکوه ساکن بودند به مناطق کلات و سایر مناطق دراویدی نشین مهاجرت میکنند و نهایتاً از تلفیق زبان این مردمان ماد با زبان دراویدی ها زبان براهویی و در کل قوم براهویی به وجود میاد. اما علیرغم همه توضیحاتی که ما تا الان عنوان کردیم، این سوال هم پیش میاد که دراویدی زبان‌هایی که تمدن‌های شگفت‌انگیز باستانی بلوچستان رو ایجاد کردند و در تاریخ از اونها با نام‌های ماکایی، موکی، میکی و نهایتاً مکرانی یاد شده چه کسانی بودند؟ باید بگیم که از روی آثار و نشانه‌ها و کتب ما میتونیم مجموعی از قبایل تاریخی ساکن بلوچستان رو
شناسایی کنیم که در ادامه به توضیح و توصیف هر کدوم خواهیم پرداخت. موک ها در واقع یکی از اصلی ترین قبایل منطقه بلوچستان به حساب میاد که هرودوت هم از اونها نام برده و در واقع نام مکران هم بر اساس همین قوم در منطقه شایع شده، تا حدی که برخی معتقدند که کل قبایل ساکن منطقه رو بهشون ماکا میگفتن. اما ما در واقع نمیتونیم این نظریه رو بپذیریم، چرا که در صورت پذیرفتن این نظریه این سوال پیش میاد که چرا هرودوت از این اقوام به عنوان گروهی مجزا برای دادن خراج یاد میکنه و اونها رو در کنار سایر اقوام ذکر میکنه و در واقع به همین دلیله که ما نمیتونیم نظریه اول رو قبول کنیم. میدها رو در واقع میتونیم یک یا مجموعی از قبایل قدیمی بلوچستان به حساب میاریم که از هزاران سال پیش ساکن بلوچستان بودن. میدها در واقع بلوچ‌های ساکن حوزه ساحلی بلوچستان به حساب می اومدن و به حکم طبیعت محل زندگیشون شغلشون بیشتر ماهیگیری و تجارت دریایی و داد و ستدهای مربوط به دریا بوده. برخی کلمه مید رو یک کلمه بلوچی معنای ماهیگیر به حساب میارن و آثار و نشانه‌های زیادی هست که نشون میده میدها جنگاوران دریایی قدری بودن، تا جایی که پادشاهان آشوری از تجارت دریایی با مکران صحبت کردند و سارگون نخستین پادشاه امپراتوری آکاد که به دلیل فتوحاتش در دولت شهرهای سومری در قرون 24 تا 23 پیش از میلاد شهرت بسیار زیادی داره، تا حدی که از اون به عنوان اولین شخصی در تاریخ یاد میشه که بر یک امپراتوری بزرگ حکومت میکرده، از حضور کشتی‌های مکرانی‌ها در بندرگاه‌های کشور خودش صحبت میکنه و تجارت مکرانی‌ها با حکومت خودش رو ذکر میکنه. در واقع آشوری‌ها مکران رابط بین بابل و هندوستان میدونستن و به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه که هنوز هم پابرجاست، تجارت دریایی و زمینی از طریق مکران به هندوستان و بالعکس به بابل از طریق مکران انجام میشده و این ناحیه شاهانی داشته که در کتیبه‌های آشوری به عنوان اربابان ماکا ازشون یاد شده. در واقع این دریانوردان که با آشوریان و هندیان در ارتباط دریایی بودند و کشتی‌های بزرگ داشتند، همون میدها هستند که یونانی‌ها به فرماندهی اسکندر هنگامی که از بلوچستان گذر می‌کردند از موجودیت اونها در کناره دریا مواردی رو ذکر کردند که ما پیشتر در رابطه با اونها در ویدیوی اسکندر و بلوچستان مواردی رو با جزئیات بیشتر عنوان کردیم که اینجا نمیتونیم دوباره به اون موارد بپردازیم. در واقع در منابع اسلامی هم پس از ورود ارتش مسلمانان عرب به مکران از میدها مواردی عنوان شده که مدافعان و جنگجویان قدری بودند که در مقابل سپاه مسلمانان عرب ایستادگی کردند. در واقع ابن کلبی در این باره میگه که مکران رو حکیم ابن جبله عدی تصرف کرد که او زیاد رو به عنوان والی مکران مقرر میکنه که نهایتاً زیاد در درگیری با میدها کشته میشه. همچنین قاضی عبدالصمد سربازی در مورد میدها مینویسه که حجاج پس از مجاهده محمد ابن هارون ابن زراع نمری رو والی مکران قرار میده و در زمان همین والی مکران منابع اسلامی از کشمکش هایی که با مردم مید در این منطقه داشتن صحبت هایی رو داخل کتب تاریخی خودشون عنوان کردن که نشون دهنده مقاومت و دشمنی این مردم با اعراب بوده. در واقع یکی از این دشمنی ها و ماجراها مربوط میشه به کشتی که توسط میدها به تصرف در میاد که در واقع متعلق به خلیفه و اعراب بوده. قبیله بزرگ دیگه داخل بلوچستان هوت‌ها یا اوتیان هستند که در واقع یکی از قبایل بسیار قدیمی بلوچستان، خصوصا در شرق قسمت بلوچستان و نزدیکی دریا به حساب میان که مورخان یونانی، عرب و فارسی در کتب تاریخی خودشون به اونها اشاراتی داشتن. دکتر فاروق بلوچ معتقده که در دوره حکومت مادها بر بلوچستان این خاندان در منطقه ساحل بلوچستان قدرت داشته. هرودوت هم در واقع به هوت‌ها اشاره کرده و این مردمان رو به صورت جمع یعنی اوتیان و یا اوت‌ها خطاب کرده که در منابع فارسی به عنوان ایلیترئی ترجمه شده که در زبان‌های یونانی‌ها به شکل ایلیترئی تلفظ می‌شده.
در واقع اعراب هم به این قبیله اشاراتی داشتن و اونها رو زد الهود و یا الهود خطاب کردند. همچنین در تحقیقات جدیدتر هم این موضوع بیان شده که هود به فرزندان یک فرد مخصوص نمیگفتند، بلکه همه قبایل قدیمی بلوچستان از وسط تا ساحل مکران رو مورد خطاب قرار میدادند، به گونه‌ای که یونانی ها به آنها اوتی یا اوریتیانی میگفتند که در واقع مربوط میشده به حضور این اقوام در منطقه خاص از جغرافیای بلوچستان فعلی، که در واقع میشه گفت که این مردم قبیله اوت ساکن همین قسمت بودن که اسکندر هم در گذر خودش از بلوچستان از وجود ارتش منظم در این منطقه و پادشاهی‌های پر رونق و ثروتمند در منطقه مواردی رو عنوان کرده که بیشتر داخل ویدیوی اسکندر و بلوچستان به صورت مفصل‌تر توضیح داده شده. تا اینجا ما در رابطه با چند قبیله مهم در بلوچستان صحبت کردیم. در واقع قبل از ورود مادها مکران دارای پادشاهی‌هایی بوده و این مسئله در آثار تاریخی به وضوح بیان شده، اما به دلیل کمبود مدارک اسامی تنها برخی از اونها به دست اومده، مانند مانیوم شاه مکران که هم دوره با امپراتوری اکدیان بوده و بر اساس کتیبه‌های اکدی میتونیم وجود این پادشاه رو در مکران به اثبات برسونیم. اما متاسفانه همه اسامی شاهان قدیمی مکران در دسترس نیست و تنها برخی از اونها رو میتونیم با توجه به منابع و آثار باقی مونده از سومری ها و سایر حکومت ها و امپراتوری ها به دست بیاریم. قبیله و گروه دیگری که در واقع میتونیم بگیم که از جمله قبایل قدیمی ساکن در مناطق بلوچستان فعلی به حساب میان، خصوصا سیستان، میتونیم به زرنگی ها اشاره بکنیم که در واقع امروزه یک شهر به نام زرنگ که مرکز ولایت نیمروز افغانستان هم شناخته میشه بر اساس شهرت همین قبیله و گروه نامگذاری شده و در واقع این گروه از مردم بیشتر از همه در منطقه معادل سیستان فعلی سکونت داشتند. نهایتاً بتونیم بگیم که مطمئناً قبایل و ساکنان زیادی در بلوچستان بودند که در بسیاری از روایت‌ها از کثرت اونها صحبت شده، خصوصاً که تمدن‌ها همیشه دارای جمعیت هستند و شهرنشینی یعنی جمعیت، که جمعیت هم با خودش قانونگذاری و حکومت رو به همراه میاره. اما به دلیل اینکه آثار باستانی بلوچستان کمتر مورد کاوش قرار گرفتن و یا در دسترس نبودن، بسیاری از موضوعات و وقایع مربوط به این قبایل و گروه‌های تاریخی تا امروزه به صورت ناشناس و مبهم باقی مونده. ما اینجا داخل این کانال سعی می‌کنیم به توضیح وقایع تاریخی و سلسله‌های مختلف بپردازیم و علاوه بر توضیح دادن این وقایع خاصتاً به منطقه بلوچستان و مردم بلوچ بپردازیم و توضیح بدیم که داخل هر کدوم از این وقایع و سلسله‌ها مردم بلوچ چه نقشی دارن، در اون زمان چی کار می‌کردن و در کل اوضاع احوال اون زمان منطقه چطور بوده. اگه شما هم به این طور تاریخی علاقه دارید ممنون میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو داخل کامنت ها به ما بگید، چرا که این میتونه مهمترین کمک و بهترین کمک شما در این راه به ما باشه تا با هم و در کنار هم مانع فراموشی تاریخ و نامآوران تاریخ خودمون باشیم. اما قبل از به پایان رسوندن ویدیو جا داره که عنوان کنیم که ساکنین فعلی منطقه بلوچستان همگی در طول تاریخ آنچنان با همدیگه پیوند خوردن که تقسیمات عنوان شده رو هرگز نمیتونیم برای اونها در زمان حال حاضر در نظر بگیریم و این تقسیمات در واقع متعلق به هزاران سال پیش هستند و مقصود ما هم از بیان این تقسیمات و این گروه‌های تاریخی صرفاً توضیح تاریخ و پیشینه مردم و این منطقه است، چرا که رسالت ما داخل این کانال هم همین موضوعه. اما داخل این ویدیو ما سعی کردیم در رابطه با بومیان بلوچستان صحبت بکنیم، یعنی کسایی که قبل از آریایی ها هم داخل منطقه سکونت داشتن. این ویدیو به اتمام رسید، اما توضیحات ما در رابطه با ریشه نژادی مردم بلوچ تموم نشده و ما سعی می‌کنیم در ویدیوهای آینده به گروه‌های مختلف دیگه‌ای که به این منطقه مهاجرت کردن از جمله مادها و آریایی‌ها بیشتر بپردازیم.